خدا خوب امکانیت دادگی است. تا صبح شاید 50 سال 40 سال 30 سال گناه ما و شما کردیم، پروردگار دا پیشنهادش بکنی خدا تحویل به ثوابش بگردانه. خداوند مهربان چنین قدرت داره، گناه ما و تر میگیره تبدیل به ثواب میته. پس در اختیار ما و شما هست، با خدا مراجعت بکنین. این شب خوب است برادر عزیز، امکانیت خوب داریم به خدا قسم. یک قصه را برای شما میگم. بعد حضرت استاد داملا عبدالرحیم در اینجا حضور دارند. حضرت استاد بعد خدا خواه بالای منبر دعوت میکنیم انشاءالله. میگه یک پادشاهی بود، پادشاه وزیرش 3 سوال کرد. وزیر 3 سوال کرد. گفت وزیر 3 سوال، اگر این 3 سوال بدانی جواب بگوی تو وزیر باقی میمانی، وزارت در اختیار توست. اگر که ندانی میتونی وظیفه را کرسی را خالی بکنی. وزیر گفت چی سوال است؟ پادشاه گفت سوال یکمین، خدا چی کار میکنه؟ خدا چی میخره؟ خدا چی میپوشه؟ سوالا هم سوالای تعجب آور است. خدا چی میخره؟ خدا چی میپوشه؟ خوبش گوش کنین برادر عزیز، قصه بسیار تکان دهنده است، قصه بیدار کننده است، انسان بیدار میکنه. خدا چی میخره؟ کی میدانه خدا چی میخره؟ کسی نمیدانه. خدا چی میپوشه؟ خدا چی کار میکنه؟ وزیر حیران شد و عجب سوالی است. همه علما را فریاد کرد. پادشاه گفت وزیر 1 ماه وقت داری، در 1 ماه جواب اگر نگرداندی کرسی را خالی میکنی، جات کسی دیگر میشینه. علمای بسیار را جمع کرد. گفت داملاها بزرگا، سوال چنین است، خدا چی میخره، چی میپوشه، چی کار میکنه؟ باید این 3 سوال شما جواب بگین. علما میگن وزیر چنین سوالی در یک جای نآمده است که خدا چی میخره، کدام نماد طعام میخره، کدام نماد آب مینوشه، نآمده است. خدا نیازی به اینها نداره. و پوشاک خدا را هم در هیچ جا نآمده است که چی متریال، چی پوشاک، چی نمود. و کار خدا را ما نمیدانیم که خدا چی کار میکنه. خدا همه کار را میتونه کرده، اما که تو میگی الحال چی کار میکنه، ما نمیدانیم چی کار میکنه. 1 ماه جست، روزها بسیار کم ماند، 1 روز و 2 روز ماند. پادشاه هر وقت میدید وزیر روزها بسیار نزدیک شده است، اگر جواب نیافتی وزارت خالی میکنی. وزیر بسیار غمگین. وظیفه دست دادن کار آسان نیست برادر عزیز. یک روز وزیر داخل قصر میشید. خوب گوش کنین برادر عزیز، شاید یادتان بمانه، شاید ایماناتان تکان بشود. وزیر داخل قصر میشید. یک غلام سیاه پوستی در سر رش ایستاد، نگاه کرد که وزیر بسیار زیق است. گفت جناب وزیر چرا زیق هستین شما؟ گفت آلی بعضا ما کس به نظر نمیگیریم، یک نفری را به نظر نمیگیریم که پیش خدا همون بلند است برادر عزیز. یک نفر ما و شما قدر نمیکنیم، پس میشماریم، شاید روز قیامت پیش ما برای بیش. گفت تو غلام به کار ما چی؟ تو به کار ما کارگیری چی؟ تو مسائل ما را نفهمی، چی کار داری به من؟ غلام گفت که جناب وزیر بگو، شاید که خدا از کارساز اما سبب هست، شاید که به واسطه من. گفت به واسطه تو هرگز حل نمیشه، به تشویش باش. نظرش نگرفت. زمانهای حضرت موسی بود. حضرت موسی علیه السلام عالما در برابر که یک کس به نظر نمیگیره، حضرت موسی الله مهربان گفت موسی کسی را بیاو که از تو پس باشه. حالا تواضع پیغمبرا را ببینیم. چنین تواضع نباشه برادر عزیز ما و شما بالا نمیریم پیش خدا، مقام بالا نمیشوند. حضرت موسی کاف این را میدید، اون را میدید، هر کسی را نظر میکرد، کسی را چیزی را از خودش پس نمیافت. یک جا رفت یک سگ دید، یک سگ. گفت همین سگ شاید از من پس باشه. سگ صدا برآورد موسی چرا ما را از خودت پس میکنی؟ ترم خدا خلق کرده است، منم خدا خلق کردگی است، چرا من را نظری پس میگیری؟ حضرت موسی گریان شد. خدایا گفت من از خودم پس کسی را نمیآورم. چنین تواضع بود برادر عزیز. جایی میشه ما کسی را به نظر نمیگیریم که ولی خدا همون است، اهل دعا همون است، اهل نفس همون است. غلام
وزیر نظر نگرفت، سختش گرفت. غلام کو بگو. گفت که پادشاه سوال داده است. گفت چی سوال؟ گفت 3 سوال است. خدا چی میخره؟ خدا چی میپوشه؟ خدا چیکار میکنه؟ گفت نمیدونی خدا چی میپوشه؟ گفت نمیدونم. گفت من میدونم. غلام گفت چی میپوشه خدا؟ گفت خدا ستار العیوب است، از عیب بنده میپوشه. عیب ما و توی گناهگار میپوشه. گفت در خاکای پات بکشم غلام، تو غلام نیستی، تو پادشاهی. عجب مشکلی من را آسان کردی. دوم سوالش میدانی؟ گفت دوم سوال بگو. خدا چی میخره؟ گفت میدانم چی میخره. گفت چی میخره خدا؟ خدا غم بنده میخره. خدا غم بنده میخره. بنده ای من چرا از من دور هستی؟ خدا غم این میخره که چرا بنده ای من از درگاه من دور است؟ چرا بنده ای من گناهگار است، گناه میکنه؟ بنده ای من تو را دوست میدارم. حدیث قدسی است: انی لک محب فبحق کل محبا. بنده ای من تو را دوست میدارم. خدا میگه همه ما شما یا ابن آدم انی لک محب، تو را دوست میدارم. تو را قسم میتم مرا دوست بدار. خدا میگه مرا دوست بدار، من تو را دوست بدارم. چرا تو مرا دوست بداری؟ تو را مرا دوست بدار. خدا غمی بنده میخره که بنده چی با از راه خدا دور شده است. غلام میگه که سوال دوم چنین است. وزیر خرسند میشه، میگه سوال سوم. میگه سوال سوم پیش پادشاه میگیم. خوب میگه دست وزیر میگیره میبره پیش پادشاه. پادشاه چیکار کرده؟ میگه دو تشه یافتم، یا تشه اینجا جواب میگیم. پادشاه میگه وزیر بیس. کی یافت؟ غلام جواب گفت اتاق برین پوشاکار ایواز کنین، بعد بیاین سوم جواب بگین. میرم پوشاکای وزیر غلام میپوشه. غلام و وزیر میاین نزدیک. پادشاه میگه بیس وزیر. غلام بالای تخت وزیر میگراید. میگه جناب وزیر. میگه بای میدونی خدا چیکار میکنه؟ میگه نمیدونم. میگه خدا را کارش نمیبینی؟ در یک لحظه وزیر غلام میکنه غلام وزیر. این کار خدا است. این شب برادر عزیز خدا ما و شما را چنین امکانیت داده است. صدا میزنه: ابن آدم انی لک محب. فرزند آدم تو را دوست میدارم و به حق کل محبا، تو را مرا دوست بدار. این شب دست بالا که بگو خدایا من تو را دوست میدارم. من آمدم با تو صلح بکنم، من آمدم با تو عهد دوستی بکنم. خدایا مرا به دوستی قبول میکنی یا نمیکنی؟ چنین صدا بزن. الله مهربان این شب همه دروازه های صلح هوی کردگی است، همه دروازه های آشتی رهوی کردگی است، همه دروازه های دعا و رحمت باز است. این شب با دعا و با تضرع بگذرانیم. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم برای اشک دیده های شما یک مکافات بسیار زیبایی گفته است. خوشا به حال شما. 1400 سال پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: حرمت النار علی 3 اعین. خداوند مهربان آتش دوزخ را حرام کرده است برای 3 نفر، برای صاحب 3 چشم. یکی چشمی که عین بکت من خشیت الله، چشمی که از ترس خدا از او چشم آب میبراید. او چشم هرگیز داخل آتش دوزخ نمیشه برادران. الحال او چشم در شما ما دیدم، از این چشم آب میرفت. این چشمای هست که برادر عزیز هیچگاه خدای چشم داخل آتش دوزخ نمیکنه. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن روز قیامت یک انسان از گناه زیادش خداوند مهربان امر به دوزخ میکنه. میگه ایره بریم به دوزخ. یکی از همین جاهای چشمش به خدا کپ میزد. از حبیب خدا گفتن میجه چشم میگفت از خدایا مرا اجازت بده یک لحظه ما گپ زنم، یک لحظه ما گپ زنم. یکی از میجاها خدا میگفت اجازهش میداد است، میگفت از گپ زن. حبیب خدا گفتن همین میجه گپ میزد است. میگفت از خدایا حبیب تو محمد صلی الله علیه و سلم در دنیا گفته بود اگر از چشم به خاطر ترس خدا یک قطره اشک بریزه از ترس خدا، او چشم صاحبی او چشم داخل آتش دوزخ نمیشه. و همین گپ درست است. الله میگفت است بله قول پیغمبر من هست. همین میجه چشم شاهدی میداده است
میگفت از خدایا من شاهد هستم همین صاحبی من در دنیا از ترس تو گریه کرده بود، خدایا همین از ترس تو گریه کرده بود، من شاهد هستم خدایا، من شاهدی میتونم، شاهدی مرا قبول کن. الله مهربان میگفت است که واقعا شاهدی درست است، این در دنیا از ترس من گریه کرده بود. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن در قیامت اعلان میشه که یک نفر از آتش دوزخ به شاهدی یک میجش نجات یافت. این از آتش دوزخ نجات میتن. این چشم من در شما دیدم برادرها، خدا رو میخواهم که روز قیامت شاهدی را ما و شما رو میجا ما بتن. این میجا روز قیامت شاهد میشیدن، خدا شاهدی اینا رو قبول میکرده است. این شب چشما رو ما دیدم برادر عزیز، انشاءالله امید دارم که گریه شب، ناله شب، آهی شب سبب نجات روز قیامت است برادرها. خواهش میکنم جاتون بشینین، هیچ که نخیزه جاتون بشین، قاری ها همه جا هستن. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم جماعی اهل اسلام، عاشقان قرآن و رمضان، هنگامی که صدای ناله های شما را، گریه های شما را در تلاوت سوره های آخر قرآن شنیدم، به یادم یک قصه منظومی تمثیلی از بستان سعدی که مطابق به حال ما و شماست، مطابق حال عاشقان رمضان و قرآن است، به یادم آمد. ایشان می‌فرمایند بلبل زار زار می نالید، مانند عاشقایی که امشب ناله داشتند. عادتاً بلبل عاشق گل است و برای گل می نالد. بلبل زار زار می نالید بر فراق بهار وقت خزان، هنگامی که بوستان خزان خبر داده شده بود، گلها پژمرده می شدند، درختها خزان می گشتند. بلبل فغان و نالش مانند که به رمضان به پایان رسیده ایستاده است. وقت کوچ بستن، وقت وداع کردن قرآن و رمضان به ما و شما فرا رسیده است. همچنین برای گل، برای بلبل وداع گل، وداع بستان نزدیک بود در فصل خزان. بنابراین برای اینکه از بستان جدا می شود، از گلستان جدا می شود، از تماشای گل جدا می شود، گریه می کرد. مثل شما زار زار گریه می کرد. البته این تمثیل برای ما و شماست، همین است. گفتم اندوه مبر که باز آید سال دیگر. گفتم ای بلبل چرا اینقدر گریه داری، چرا اینقدر ناله داری؟ سال دیگر با بهار است، سال دیگر با از نو گل و ریحان و نوروز است. همین بهار هر سال تکرار می شود، رمضان هم ببینید هر سال تکرار می شود، ختم قرآن هم هر سال تکرار می شود. گفتم اندوه مبر که باز آید روز نوروز و لاله و ریحان. سال دیگر با نوروزی تازه است، سال دیگر با لاله و ریحانی تازه است. همین بستان، همین گلستان دوباره با گل می‌دهد. همین مسجدها انشاءالله با سال دیگر رمضان استقبال میکنند، ختم قرآن استقبال میکنند. چرا اینقدر گریه میکنید؟ چرا اینقدر فغان و ناله دارید؟ سعدی میگه به بلبل گفتم اندوه مبر که باز آید روز نوروز و لاله و ریحان. گفت ترسم بقا وفا نکند ورنه هر سال گل دمد بستان. گفت میدانم ای فلانه ای سعدی، هر سال باغ از نو با بهار که شد، نوروز که فرا رسید با گل و ریحان میدمد. میدانم که 350 روز پس با از نو رمضان است، با از نو همین شبهای پرفیض و نزول فرشته های رحمت،
باز از فیض از نو محفل و مجلس تلاوت قرآن و ختم قرآن است. لیکن من از یک چی ترس دارم. از چی؟ ترس از این دارم که شاید حیات من وفا نکند، شاید سال دیگر من در این جمع حاضر نباشم. تفکر کنید شاید از گذشته هایی که سال دیگر در چنین محفل بودن بعضی هاشون در قبرستانن، در خانه گور با حسرت خوابن. شاید سال دیگر کدام از ما در این جمع در این محفل نباشیم. گفت ترسم بقا وفا نکند، ورنه هر سال کل گل دمد بستان. روز نوروز و عید خواهد بود، تیر ماه و بهار و تابستان. تا که در منزلی حیات بود سال دیگر که در غریبستان. میدانم که سالهای زیاد رمضان می بیاد، ختم قرآن در مسجدها می شود، انشاءالله این دین تا قیامت می رود. اما معلوم نیست که سال آینده من با رمضان هستم یا نه. آیا من در خانه حیاتم یا در خانه گور؟ بنابراین یک شاعر عرب هم میگوید فیا شهر الصیام فدت که نفسی تمحل بالرحیل و انتقال. ای ماه روزه جانم به قربانت فدات شوم، برای از بین ما کوچ بستن و رفتن شتاب نکن، توقف کن، درنگ کن. فما تدری اذا ما الحول والله وعدت فی قابل فی خیر حالی. من نمیدانم وقتی که سال میگذرد، این سال میگذرد، تو سال دیگه ای ماه روزه، ای ماه قرآن می بیایی با این فضل و با این فیض و برکاتت. اتلقانی مع الاحیاء حیا او انک تلقانی فی اللحد بالی. آیا مرا در جمع زنده ها در بین این مردم زنده میابی ای رمضان سال آینده، یا اینکه در خانه گور در زیر لحد خاک خوابیده میابی؟ فهذه سنت الدنیا دواما فراق بعد جمع و اکتمال. این دنیا را سنت و شیوهش همین است که بالاخره یک روز باید جدا شویم ما از رمضان، از قرآن و از این محفل. خوشا به حال کسایی که آب دیده کردن، خوشا به حالی که صدای ناله هاشون فغانشون بلند شد. برای چی گریه کردن؟ برای فراق از رمضان. بنابراین دعا کنیم ای خدا این وصل را هجران مکن، خدا این وصل ما را با رمضان و قرآن به هجران و به جدایی و فراق مبدل نگردان و ما توفیق عنایت بفرما که سال دیگه با رمضان در خانه تو خدا استقبال کنیم و استماع قرآن کنیم، ختم قرآن گوش کنیم. ای خدا مولانا را دعا شد ای خدا این وصل را هجران مکن، سوختگان عشق را نالان مکن. نیست در دنیا ز هجران تلختر، هرچی میخواهی بکن ولیکن آن مکن. ای خدا هرچی میخواهی کن اما ما را از وصال رمضان و قرآن جدا مگردان. پروردگارا برای همه ما و شما توفیق عنایت بدهد با زنده سال دیگر ماه مبارک رمضان در چنین محفل مبارک و نورانی در پهلوی برادرهامان استقبال نماییم. سلف صالح ما خدا رحمتشان کند 6 ماه قبل از رمضان دعا میکردن خدا ما را به رمضان برسان. در کتاب روح الصیام میارد از حضرت یحیی بن کعب میارد بگد سلف صالح دعا میکردن اللهم سلمنا الی رمضان. 6 ماه پیش دعا میکردن خدا ما را سلامت به ماه مبارک رمضان برسان، ما با سلامت و عافیت و تن صحت ماه مبارک رمضان در خانه های تو در محفل های انس با قرآن استقبال نماییم. و سلم لنا رمضان، دعای دویمش این است، دعای دویمشن و سلم لنا رمضان. ای خدا رمضانم ماه رمضانم برای ما سلامت دار. یعنی چی؟
یعنی رمضان ما رو با فرارسیدن مرگمان ناقص نگردان. و ما حیاتیه که رمضان پره از ابتدا تا انتهاش روزه بگیریم و شبهاش قیام لیل تلاوت قرآن گوش کنیم. خدا نکند که رنجور و بیمار شویم و از فیض روزه و فضیلت روزه بی نصیب شویم. و سلم لنا رمضان و تسلمه منا متقبلا. سیم جملهشان، سیمریم جمله دعایه و تسلمه منا متقبلا. ای خدا این رمضان از ما مقبول و پذیرفته گردان. 6 ماه برای استقبال رمضان دعا میکردیم، 6 ماه برای قبول رمضان دعا میکردیم. با دعا کنید که خدا رمضان از ما و شما قبول بگرداند انشاءالله. کسانی که آب دیدن خشا به حالشان، واقعا اونها دل زنده دارن، دلی که در او عشق خدا باشد، دلی که در او آتش عشق خدا باشد و دل زنده هست. نشانه زنده بودش هم اشک دیده هست. اما دلی که در او اشک دیده نیست، حضرت مولانا چی میگه؟ هر آن دل را که درد نیست دل نیست. دلی که در وی سوز عشق خدا نباشد وی دل نیست. دل افسرده غیر از آب و گل نیست. خدایا سینه ده آتش افروز، در آن سینه دل وان دل همه سوز. پروردگارا برای ما هم مانند اینهایی که فغان کردن، سینه های پرسوز، دل های پر از عشق و محبت عطا کن که ما هم در فراق رمضان و قرآن اشک دیده داشته باشیم. خدایا سینه ده آتش افروز، در آن سینه دل وان دل همه سوز. واقعا برای کسانی که خداوند عنایت میکند هر سال رمضان استقبال میکنند، البته با طاعت و عبادت، اونایی که رمضان احترامش به جای میارند، میداند که یک رمضان برای عمر ما و شما چه ارزشی دارد، چه قیمتی دارد. قیمت وقت دانید، قیمت رمضان و ارزش رمضان دانید. یک شب قدر که اگر خدا از ما شب زنده‌داری هامان، عبادت هامان قبول دارد، میداند چقدر ارزش دارد. قرآن میگوید لیلة القدر خیر من 1000 شهر. یک شب است ولی بهتر از 1000 ماه است. 1000 ماه یعنی یک عمر کامل انسان، عمر کامل یک انسان 83 سال و 4 ماه که کم انسان به این عمر میرسد، به این سن میرسد. خداوند این عنایت به امت اسلام کرد. این شب قدر خاص امت اسلام است. حتی امام مالک روایت میکند برای آن خداوند این ارمغان، این هدیه را به امت اسلام عنایت فرمود. وقت رسول اکرم عمر امتهای گذشته نشان داده شد که خیلی طولانی بودن، چنانکه که حضرت نوح خدا قرآن ده میگوید که 950 سال فقط عمر دعوتش بود، اما مجموع عمر زیاده از 1000 بود. رسول اکرم عمر امتشان مقایسه کردن با عمر امت نوح و با عمر امتهای گذشته حضرت ابراهیم که اونها هم از 170 و 80 بالا و 200 بالا بودن. عمر امتشان در مقابل اونها اندک دیدن و در حتما البته عمل صالح اونها هم در مقابل عمل صالح اونها ناچیز دیدن. چون کسی 150 سال طاعت عبادت کند البته تفاوت دارد از اون کسی که 50 سال و 60 سال طاعت و عبادت کند. الان که حضرت گفتن اکثر امت من عمرش بین 60 و 70 است. بنابراین زیغ شدن، غمگین شدن برای امتشان که امت من از نظر عمل صالح کم بضاعت هستند، کم توشه هستند. پروردگار با او شب قدر عنایت کرد. گفت حبیبم تو برای امتت اندوهگین مشو و غم مخور، من برای اونها یه عنایت میکنم، یک هدیه، یک ارمغان تحفه میکنم. هر سال
که اگر اونو دریابن هر سال 83 ساله فضیلت و اجر و پاداش عمل صالح براشان حاصل می شود. ببینید اگر 10 شب قدر یابیم 830 سال گویا عمر دیدگی ما عمل صالح کردیم. اگر 20 سال یابیم 1600 و 1700 سال گویا طاعت عبادت کرده. این خداوند طفیل چی؟ طفیل پیغمبر خدا حبیبش به ما انعام کرد صلوات ربی و سلامه علیه. اما یه حدیث از کتاب مسند امام احمد در بیان فضیلت یک رمضان 1 سال عمر به شما قصه بکنم. حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله عنه یکی از 10 یار بهشتی است. خواب دیدم میگوید، خواب دیدم در عالم خواب، البته قبلا 2 مرد اعرابی میگوید مدینه آمده بودم، 2 نفر با هم آمدن، هر دو با هم به پیغمبر خدا ایمان آوردن، به حضرت بیعت کردند و مجاور مدینه شدند، اهل صفه شدند، دیگه به محله خود و به قبیله خود و قوم خود برنگشتند. از این 2 نفر میگه یکیش در طاعت خدا در عبادت خدا کوشاتر از دومیش بود، خیلی غیرت و سعی و تلاشش در عبادت خدا در طاعت خدا بیشتر بود. حتی هر وقتا که دعوت به غزوه، دعوت به غزا، دعوت به جنگ میشد در رکاب پیغمبر خدا حاضر بود و میدان میرفت و بالاخره جام شهادت هم نوشید. یکیش شهیدی در راه خدا شد در جنگی که فرمانده اون سپاه مسلمان ها خود رسول اکرم بود. البته این برای هر بنده نصیب نمیکنه این شهادت. اما رفیق دومش 1 سال پس از این بنده خدا با مرگ معمولی، با مرگ مثل ما و شما روی بستر قضا کرد. 2 نفر هر دو با هم یه زمان به پیغمبر خدا ایمان آوردن و بیعت کردن. یکیش در راه خدا شهید شد که کوشاتر بود، سعی و تلاشش بیشتر بود. دومی 1 سال بعد با مرگ معمولی در روی بستر قضا کرد. حضرت طلحه میگوید خواب دیدم، در خوابم همین 2 بنده خدا با من رفیقند، 3 نفر در نزد دروازه جنت، در نزد دروازه بهشت ایستاده ایم. هر 3 منتظر که دروازه بهشت باز شود و ما داخل بهشت شویم. یه وقت میگه در بهشت باز شد، اون بنده خدا که با مرگ معمولی فقط 1 سال بیشتر از دیگری عمر دید، با مرگ معمولی، با مرگ روی بستر قضا کرده بود، یه فرشته از در جنت صدا کرد، اسمش گرفت، گفت فلانی بیا بسم الله مرحبا وارد جنت شو. دستش گرفته داخل جنت شد، در بهشت بسته شد. باز ما 2 نفر منتظر موندیم. اون اعرابی که شهید گشته بود او ایستاد است بیرون. بعد از مدت با میگد در بهشت گشاده شد، باز اسم این بنده خدا را گرفتن، گفتن تو هم بیا ای فلانی وارد بهشت و مرحبا اهلا و سهلا. اینم داخل بهشت شد. سال اون فرشته رو به جانب من کرد، گفت که فلانی، گفت تو برگرد، حال هنوز برای بهشت در آمدنت وقت نرسیده است، هنگام بهشت در آمدن تو فرا نرسیده است. حضرت طلحه میگوید همین لحظه از خواب بیدار شدم. البته خواب صلحا خواب حق است. با بالاتر از این خواب پیغمبر خدا تصدیق نمودند. رسول اکرم بسیار به خوابها اهمیت میدادند. خودشان هرگاه خواب میدیدند سحر بامداد به اصحاب نقل میکردند، یا که گاه سحر به اصحاب مراجعت میکردند، میگفتند کدام شما این شب خواب دیده است و ما بگوید. خوب این خواب وقتی که از جانب طلحه در بین صحابه ها نقل شد، بعضی صحابه ها در تعجب شدند، گفتند تعجب، عجبا، چرا اونه که در راه خدا شهید شد اول داخل بهشت نشد، اما اونه که با مرگ معمولی در روی بستر مثل زنها جان داد این داخل بهشت شد. تعجب ما همین.
و پیغمبر خدا را خبر رسید. حضرت گفتن من ای ذالک تعجبون، شما گفتن از چی در شگفت افتادید؟ چرا تعجب میکند از این خواب؟ گفتن یا رسول الله هذا کان اشد اجتهادا من صاحبه، اون فلانه از اون رفیقش در طاعت خدا کوشاتر بود. ثم از تو شهیده، بعدا با شهید شد، جام شهادت نوشید، اما این آدم اول داخل بهشت شد. این چه حکمت است؟ حالا که ما گمان عکس داشتیم. رسول اکرم ببینید خواب چگونه تعبیرش بیان کردن. گفتن که الیس قد مکث هذا بعده سنتان، گفتن اونه که اول داخل بهشت شد 1 سال بعد از اون شهید عمر طولانی ندید، 1 سال عمر زیادتی ندید؟ گفتن قالوا بلا یا رسول الله. گفتن آره 1 سال از اون بیشتر عمر دید، از اون شهید 1 سال این رفیقش بیشتر عمر دید. حضرت گفتن در فاصله این 1 سال، در مدت این 1 سال آیا ماه مبارک رمضان روزه داشت؟ شبهاش قیام لیل کرد؟ شب قدرش دریافت؟ گفتن آره یا رسول الله. حضرت گفتن در مدت این 1 سال صلی فلان مقدار نماز خواندن؟ گفتن آره یا رسول الله. حضرت گفتن فما بینهما ابعد ما بین السماء والارض. گفتن این چنین که باشد پس فاصله درجات این دو بنده خدا مانند فاصله بین زمین به آسمان است. ببینید 1 سال عمر چه ارزش داشته است، چه ارزش داشته. به قول حافظ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. 1 سال عمر، به شرطی که ما هم این 1 سال عمرمان مانند این صحابه غنیمت داریم، ازش استفاده درست بکنیم، از او استفاده درست بکنیم، نه اینکه در غفلت گذرانیم. بنابراین قیمت وقت دان جوانهای عزیز، از این خاطر در اسلام عمر طولانی که با طاعت و عبادت باشد این ارزش دارد، قیمت دارد. بنابراین رسول اکرم گفتن خیرکم من طال عمره فی الاسلام، بهترین های شما ای امت اسلام کی است؟ دراز عمرترین های شماست. اما عمری درازی در طاعت خدا در اسلام، نه عمری درازی در معصیت. عمری درازی در معصیت وبال است، عمری درازی در معصیت حسرت است. سعدی میگوید نکو گفت لقمان که نازیستن، به از سالها بر خطا زیستن. از این خاطر به شما محترم جماعه اهل اسلام توصیه میکنم این فیضی که در ماه مبارک رمضان به دست آوردید. ببینید حالا بعضی ها به خاطر اینکه 1 شب احیای لیل میکنن سنگینیشان میکند، 1 شب در مسجد زنده‌داری میکنن سنگینیشان میکند، یا نماز تراویح 2 ساعت دوام کند، 1.5 ساعت دوام کند. بعضی کاهل ها هستند داد و فریادشان بلند میشه که تو نماز طولانی کردی، تو نماز برای ما 1/2 ساعت خوان، تو نماز برای ما 40 دقیقه خوان. 1 بار پیغمبر خدا رو به یاد بیاره، سیرتشان رو به یاد بیاره. رسول اکرم پیشوای ماست، اسوه ماست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما باید مقتدامان ایشان باشد، ما باید به پیغمبر خدا را سنتشان و سیرتشان تقلید و پیروی بکنیم. رسول اکرم محترم جمعه یک نکته را بدانید، رسول اکرم همگی 9 سال رمضان دریافتند. 9 سال. شما میدانید برای اینکه رمضان در 4 فصل سال دور بزند، هم زمستان بینیم و هم تابستانش بینیم و هم تیر ماه و هم بهارش، 36 سال لازم است. 36 سال. اما متاسفانه مع الاسف حبیب خدا این فرصت براشون دست نداد. همگی 9 سال رمضان دریافتند. از روزی که براشون رمضان فرض شد 9 سال، سال دوم فرض شد، سال 11 قضا کردند. طبق محاسبه که مورخان میارن
حاضر وفات پیغمبر خدا را با حسابهایی که برآوردن در فصل تابستان تخمین میزنن. کتاب رحیق المختوم که خیلی کتاب معتبر است و حتی جایزه رابطه عالمی اسلامی را به دست آورده است، میگوید 8 ایون سال 632 میلادی روز دوشنبه مطابق با 12 ربیع الاول رحلت جانسوز و جانگداز رسول اکرم بود. 8 ایون اون وقت موافق بود با 12 ربیع الاول. یعنی وقتی که 12 ربیع الاول که در 8 ایون باشد، پس رمضان 5 ماه عقیب است. ولی 5 ماه بعد ربیع الاول با می‌دارد. یعنی ما الان در ماه ایون رمضان داریم، 5 ماه بعد ربیع الاول می‌دارد. وقتی که در ماه ایون ربیع الاول باشد 5 ماه عقیب برگردیم. پس رمضان حضرت در کدام ماه جور می‌بیاد، تغری می‌بیاد؟ در ماه ینور یا فوریه تقریبا. یعنی شب‌های زمستان، شب‌های طولانی، شب‌هایی که شاید 14 ساعت وقت داشت. رنگ حاضر بارین 6 ساعت شب نبود، 7 ساعت شب نبود، یه برابر زاید. حاضر من الان کوتاه‌ترین شب سال است برای ما، همین شب روز. اما رمضان رسول اکرم و رمضان اصحاب ایشان رمضان زمستانی بود. 3 بیگه پیغمبر خدا در مسجد نبوی برآمدن با اصحاب نماز خواندن. 3 بیگه، شب 23، شب 25، شب 27. من این شب یک شب بعد از آن حضرت دیگه ترک کردن. برای آن ترک کردن علتشان فردا صبح گفتن برای غمخواری دلسوزی بر شما ای امت گفتن که مبادا این نماز خدا بر شما فرض نگرداند که مشکلتان گردد. همین 3 شب صحابه ها روایت میکنن، روایت امام مالک، یک شب تا ثلث لیل نماز خواندن، یک شب تا نصف شب نماز خواندن، یک شب تا آخر شب نماز خواندن. اگه فرض کنید ساعت 5:30 در ماه ینور شب است، ساعت 7 بامداد است، یعنی 14 ساعت است. مگر رسول اکرم مثل ما با این ترس از دوزخ داشتن، خوف از دوزخ داشتن؟ نه، عبادت ایشان رنگ ما یدعون خوفا و طمعا نبود، طمع جنت و خوف از دوزخ نبود. ما عبادت میکنیم به خاطر خوفا و طمعا، چون از عذاب دوزخ میترسیم که خدا نجات منتهد با این عبادت هامون. طمع به بهشت داریم که خدا ما را به بهشت درآورد، از اون ناز و نعمتهاش برخوردار گرداند. ولی رسول اکرم عبادت میکنن. افلا اکون عبدا شکورا. وقتی حضرت عایشه ریاضت ها و شب زنده‌داری های رسول اکرم دیدن تا جایی که پای مبارک ورم کرد، قیام اللیل و از پیغمبر خدا هیچگاه ترک شدگیش نیست. حدیث های صحیح بخاری های نه در حضر و نه در سفر رسول اکرم قیام اللیل ترک نمی کردن. حاضر ما عوام الناس میگذاریم، علما هامون قیام اللیل نداریم. خجالت کشیم از این امتی. به قول حضرت مولوی جنونی پیر ما باید خجالت کشیدن در کار است. چگونه حضرت در مدنی حالش میگوید امتی تو ناشسترو، چگونه تو بدین ناشسترویی، یعنی نظم داره مولوی جنونی در مدنی حال، چگونه تو بدین ناشسترویی تو خود را امتی آن شاه گویی، به شرع او نداری رهروی ها، برای نفس داری پیروی ها، نه اوراد شب و نه طاعت روز، نه آبی دیده و نه در جگر سوز، گذشت عمرت به فکری خواب خوردن، نمی آری به خاطر روزی مردن، بکن ای امت از این امتی شرم. حضرت آخرش میگه بکن ای امت از این امتی شرم، به جان تا کی بماند این تنی گرم. این تنو تا کی با جان گرم یارو، این جان از این تن جدا میشه و تن سرد میشود.
مطیع رحمتا للعالمین باش، چو خورشیدی سما جانی زمین باش. مانند خورشید که به زمین جان میبخشد، تو هم بر امت اسلام روح ببخش با تبلیغات و با تعلیم و با خدمت. خلاصه کلام ببینید، باید خصوصا علماها که وارثای انبیا هستند، باید در تقلید به پیغمبر خدا، در پیروی نمودن به سنت خدا، اینها پیش قدم باشند، در صف پیش باشند. 3 شب نماز خواندن همگی، شب آخرش تا آخر لیل نماز خواندن. وقتی شب اول تا ثلث لیل، شب دوم تا نصف لیل شب نماز خواندن، بعد صحابه ها گفتن یا رسول الله لو نفلتنا کل لیلتنا، همین شب گفتن خوب میشد همه چیز تا آخر برای ما با نماز نفل به پایان میرسانیدی. رسول اکرم یه جمله گفتن ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف کتب له بقیه لیلته. گفتن وقتی یک مرد با همراهی امامش نماز میخواند، تا امام از نماز با بازگشتن و برگشتن از صف نماز نمیبراد. امام وقتی که از نماز فارغ شد، اینم از نماز فارغ می شود. گفتن چنین شخص بقیه شبش هم ثواب قیام لیل براش نوشته می شود. همون کسانی که حال بعض نمازگزارهای ما داریم خوشان پیروی اهل سلف میگرن یا پیروی حدیث میگرن، 8 رکعت میخوان از جماعت میبرن، به گمان خودشان که گویایی که اگر ما 20 رکعت خوانیم بدعت هست. حتی هم تو فتواها دارن کسی که از 8 رکعت زیاد اگر 1 رکعت خواند، مانند که شام 3 رکعت 4 رکعت خوانده است، گویا اینکه در عبادت خدا چیز اضافه کرده است. حالا که یک بار برادرای عزیز بس اجماع امت اسلام نظر کنید. شما حدیثی را که استشهاد میکنید برای 8 رکعت گفتن تراویح، حدیث حضرت عایشه مادرمان رضی الله عنها که بخاری و مسلم روایت میکنند که نماز شب پیغمبر خدا از 11 رکعت در ماه رمضان و غیر رمضان بیش نبود، ترجمهش همین است. وای مربوط به نماز تهجد شان است، نه نماز تراویح. دادرای عزیز، همین حدیث خودش در داخل خودش اثبات میکند که این نماز تراویح نیست. چرا؟ زیرا حضرت عایشه گفتند که نماز شب پیغمبر خدا در رمضان و غیر رمضان، یعنی غیر رمضان که ما تراویح نداریم. آره خوب در رمضان خیلی تراویح میگیریم، غیر رمضان که ما تراویح نداریم. اینجا در حضرت عایشه غیر رمضان هم ذکر کرده ایستاده است. پس معلوم بشه این نماز تراویح نیست. یک دویم وقتی که این 8 رکعت پیغمبر خدا تعریف میکنه، حضرت عایشه مادر من راوی حدیث به ما تعریف میکنه، توصیف میکنن، حضرت میگن 4 رکعت میخواندن. 4 رکعت به یک سلام میخواندن، 2 رکعتی نمیخواندن. که شما 8 رکعت 4 رکعتی خوانید؟ نه، دوتا میخوانید کو. بعد از آن حضرت گفتن که لا تسأل عن حسنهن و طولهن. این 4 رکعت حضرت اونقدر طولانی، اونقدر زیبا میخواندن که از من نپرس وصف او را، از من نپرس اون کیفیت اون نماز، حسن و زیباییش چقدر زیبا میخواندن، طولانی. آیا شما 8 رکعت خوانا آیا مثل پیغمبر خدا طولانی میخوانید؟ این یک. دویم 4 مذهب اهل سنت و الجماعت از حنفی گرفته و مالکی و شافعی و حنبلی، هیچ کدام اونها نماز تراویح از 20 رکعت کم نگفتن. از 20 رکعت کم نگفتن. حدیث امام مالک است، در موطا میارن. اون 3 شبه که پیغمبر خدا با اصحاب نماز خواندن عدد رکعاتش ذکر نشده است. اینو دانشته مونه. اون 3 شبه که رسول اکرم با اصحاب نماز خواندن، یگان روایت صحیح در نام است که 8 رکعت خوانده باشن، مگر 8 رکعت تا آخر شب میخواندن که شب آخر گفتن تا قریب از سحرخوری صحابه ها میموندن. بنابراین 8 رکعت نبود.
و ایش در یگان روایت صحیح نامده چند رکعت های. ما 20 رکعت از اول روایت داریم از پیغمبر خدا که 20 رکعت خواندن، ولی اگه این محدثا بعضی در این روایت ما مثلا طعن میزنن. اما اجماع امت از زمان حضرت عمر که حدیث امام مالک است که تراویح وقتی که حضرت در مسجد یکم مراتبه حضرت ابی بن کعب امام کردن و جماعت تراویح تشکیل کردن، نماز تراویح 20 رکعت خواندن. خوب حضرت عمر رضی الله عنه تراویح وقتی که در مسجد نبوی جاری ساختن 20 رکعت آمده است و در این 4 مذهب اتفاق دارد. باز یک قاعده محدثی هست، اهل حدیث قاعده دارد که هر جای حدیث ضعیف باشد ولی وقتی که اجماع امت و جمهور امت بر او اتفاق کردن اون حدیث ضعیف حدیث مقبول است. این قاعده اصولی اهل حدیث است. حتی بخاری از این قاعده استشهاد کرده. حدیث بحر الطهور ماؤه والحل میتته را با همین قاعده این با بخاری صحیح گفته است. تمام محدثان این آورده هستند. سیوطی و دیگران ذکر کرده هستند که حتی با قاعده های اهل حدیث این حدیث صحیح نیست، اما اینکه امت او را قبول کرده بود بنابر خاطر همین امام بخاری صحیحش گفت، در صحیح بخاری ذکرش کرد. تراویح هم 20 رکعتش از همون زمان، از زمان حضرت عمر امروز بینه در حرمین، در حرم مکه و مدینه 20 رکعت آمده ایستاده است و انشاءالله تا قیامت 20 رکعت می رود. محترم جماعت، یک کم تری دیگه صحبت میکنم که شما طولانی شد. در باب کسانی که رمضانی هستند، کسانی که فقط در موسم رمضان طاعت خدا میکنن، یاد از خدا میکنن، همین که رمضان برآمد رمضان فراموش میکنن. یعنی فقط اینها توبه را در ماه رمضان میکنن و همین که رمضان برآمد توبه میشکنن، توبه شکن. حضرت یحیی بن معاذ از سلف صالح ما هستند. همین روز یک روایت از ایشان یافتم در حق کسانی که چنین رمضانی هستند، موسمی هستند. یه سخنی گفته است که خیلی وعید سخت است، بنابراین خوب گوش کنید. میگوید من استغفر بلسانه، کسی فقط با زبانش استغفاری از گناه میکند که خدا گناههای من بیامرز، خدا گناههای من ببخش. اما و قلبه علی المعصیه معقود، اما قلبش، نیتش بر گناه کردن در آینده حال استوار است، حال هنوز قصد دست کشیدن بالکل از گناه ندارد. میگوید خیر رمضان یه شستشو میکنم، یه پاکسازی میکنم، بعد رمضان با همون احمدی پارینه، با همون کارهای گذشته. و عزمه ان یرجع الى المعصیه بعد الشهر و یعود، عزمش همین است که ماه رمضان که فرا رسید آخرین نمازش نماز عید می شود. نماز عید که خواندم باز برمیگردم به بینمازی، باز میگردم به همون غفلت و معصیت و روسیاهی. حضرت گفتن فصومه علیه مردود و باب القبول فی وجهه مسدود. فصومه علیه مردود و باب القبول علیه مسدود. این آدم روزه های داشته است به درگاه خدا مقبول نیست، مردود است، اجر ندارد، پاداش ندارد، ثواب ندارد. آله فرض رمضان از گردنش ساقط می شود. محترم جماعت چی رو فهمه؟ اسقاط فرض، صحیح شدن یک عبادت با قبول عبادت فرق دارد. صحیح شدن شرط و شرایط دارد. وقتی یک شخص در ماه رمضان از سحر تا بیگاه هیچی نخورد، هیچی ننوشد، شکم و فرجش روزه دارد، خودداری کند از خوردن و آشامیدن و جماع کردن با همسرش، آره روزش صحیح است. این روزه صحیح است، فرض از گردنش ساقط است. اگر به فرض یگان وقت از گناهام توبه کند این رمضان قضا داشتن در گردنش واجب نیست. اما قبول شدن روزه با
شرط دیگر دارد. قبول شدن روزه همین است که روزه رو شما کامل میگیرید، علاوه بر روزه فرج روزه تمام جوارح و اعضا میگیرید و بعد از رمضان این عهدی را که با خدا در ماه رمضان بستید، این توبه را که در ماه رمضان با خدا کردید نمیشکنید. وقتی نشکستید اون ثوابهایی را که در ماه رمضان به دست آورده که شب قدرش 83 سال براتون است، این عمر کوتاه نیست. نماز تراویح سبب کفارت و مغفرت گناهاتون است، حتی در یک روایت تولد تازه براتون است. اینها براتون حاصل نمی شود دادرای عزیز. بنابراین اون قصر زیبایی که در این ماه بنیاد کردید، به سبب برگشتن به غفلت و معصیت اون قصر زیبا رو خراب نکنید، اون قصر زیبا رو ویران نکنید. توبه دادرای عزیز شرط دارد. آره، توبه خصوصا در ماه مبارک رمضان فرق دارد از توبه های دیگر ما، چرا که در این ماه همه دعاها مستجاب است. و قول حضرت مولانا دعاها در این ماه مستجاب است، فلک ها را بدرید آه روزه، برای آه روزه دارها، برای ناله و دعای روزه دارها 7 در آسمان کشاده است. فلک ها را بدرید آه روزه. از این خاطر لیکن توبه را دادرای عزیز دانید شرط هاشه 5 شرط دارد. شرط های توبه را به شما میگویم، انشاءالله به ما رخصت میتید. شرط یکمش توبه را از ترس خدا کنید، برای خوشنودی خدا کنید، نه برای تندرستی و تنصیحت. من روزه میگیرم تا اینکه وزنم کاهش یابد، تا اینکه خلسترینم کم شود، تا اینکه قندم پس شود. کسی به این قصد و به این مقصد روزه بگیرد، معلوم میشد و عبادت برای نفسش کرده است، خدمت نفس امارش کرده است، خدمت جسم و بدن کرده است، نه طاعت خدا، نه عبادت خدا. توبه یکم برای خدا باشد، از ترس خدا باشد که خدا من میترسم از عذاب بود، این قصار من غافل بودم، گناهگار بودم، اکنون که به خود آمدم، از خواب زرگوشی بیدار شدم، ای خدا من به تو بازگشت کردم، من از گناههای گذشته دست کشیدم، خدایا توبه من قبول بفرما، از گناههای گذشتم بگذر، من مغفرت کن، گناههای من عفو و نابود کن. این چنین برای تحسین و آفرین مردم هم نباشد که مردم من بارک الله گویم فلانی آدمی خوب شده در محفل و مجلساش مرا ره بدهند، نه، فقط برای خدا باشد. دوم، شرط دوم توبه، همین لحظه که توبه کرده همین لحظه فوراً باید از گناه دست کشید، از گناه دست کشید و تصمیم بگیره که دیگه به گرد گناه بر نمیگردی. ببینید، دست کشیدن از گناه و عزم کردن بر این که دیگه به گرد گناه بر نمیگردی، نه اینکه هر رمضان برآمد باید 11 ماه دیگر با همون کارهای گذشته، همون معصیت گناه و غفلت با رمضان نو که آمد با از نو مثل گربه زاهد با غسل میکنم و تسبیح و مصلا و مسجد. نه، شرط دوم توبه صحیح، توبه نصوح، توبه مقبوله که گناه های شما را خواه کبیره خواه صغیره همش از نامه اعمالتون محو و پاک و نابود میکند. همین است، فوراً از گناه دست میکشی. مثل حضرت فضیل ابن عیاض، ببینید یک آیت قرآن براش چه تأثیر رسان. فاسقای ما در محفلان میشونن صدها نصیحت و پنده، ولی مانند دیوار از این گوش میدراد از این گوش میبراد. و دزد بود، رهبر دزدها بود، سرور رهزنها بود. با شنیدن یک آیت در کمین یک قافله میگه نشسته بودند، شب مهتابی بود. راوی حکایه میکند شب مهتابی بود، مهتاب در آسمان میگه شاید 14 و 15 بود. قافله یک صداش بلند شد، ما میگه کمین گرفته بودیم، اگه به قافله هجوم میکردیم مال و اموال قافله رو غارت میکردیم. اما پیش قافله میگه یک قاری قرآن خوش الحان خوش صدای مثل قاری ما خدا نگهبان شود قرائت قرآن میکرد. ببینید در اون شب، در اون بیابان، در اون آرامی،
در اون شب مهتابی تلاوت قرآن چقدر زمزمه قرآن چقدر شیرین است. پشت سنگ میگه نشسته بودم، یه وقت به گوشم میگه صدای همین قاری خوشالان آمد، حضرت فضیل ابن عیاض که از اولیاء هاست. همین آیه را از سوره حدید میخوان، استعیذ بالله: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیه کسانی که از تلاوت قرآن دلهاشان بلرزه می آید و ایمان به خدا دارن، هنگام دست کشیدنشان از معصیت گناه فرا نرسیده است؟ آیا زمان توبه فرا نرسیده است؟ آیا زمان توبه نشده است؟ فضیل ابن عیاض میگه خیال کردم که همین آیه از آسمان از جانب پروردگار به من قرائت شده ایستاده است، از اون قاری نه، از آسمان از طرف پروردگار به گوش من قرائت. یک باره از خود به خود با صدای بلند میگه حضرت فضیل ابن عیاض بلند شدن گفتن که قد آنا اللهم قد آنا اللهم قد آنا. ای خدا، آره فرا رسیده است، من توبه کردم، از گذاشته ها از گناهام توبه کردم. همین یک آیت سبب شد همون لحظه فوراً از گناه دست کشید و تصمیم گرفت که دیگه به گرد گناه نگرده، دیگه توبهش نشکست. همین بود که او از اولیاء الله شد. او پیر امام مولوی جنونی میگه فضیل از رهزنی شد هادی راه، از رهزنی بالاخره هادی راه شد، با هدایتگر مردم شد. حتی مالهایی که از قافله های مردم غارت کرده بود، بعد که توبه کرد اونها را هم حتی برگردان به صاحباشان داد. چقدر حق و ناسی که در گردان داشت در طول این سالهایی که بعد از توبه زندگی کرد، اونها را هم پرداخت نمود. این است توبه، که همون لحظه که شنیدی توبه کردی دست میکشی و تصمیم میگیری که دیگه گرد گناه نمیگی. این توبه کارساز است، این توبه شما رو پاک میکنه. سیوم شرط سیوم توبه قومای عزیز دانید، الندم، پشیمانی، ندامت و پشیمانی، حسرت از گذشته. چه خیلی پشیمانه، آنقدر پشیمانیه که روح شما را آتش بگیرد، قلب شما را آتش بگیرد، جان شما در آتش حسرت و ندامت بسوزد که آه من چقدر بدبخت بودم، چقدر غافل بودم که 50 سال و 40 سال و 30 سال عمرم در غفلت گذراندم. واقعا قیمت عمر نمیدونیم. من حضرت سعدی نظم دارد، میگه 50 درم 5 اگر کم شود، دلت ریش و سرپنجه غم شود. یا کن 50 سامان در بازار گم شود، چقدر زیق میشه. این 50 سامانی من کجا شد؟ اول $50 و $500 و 5000 میمونه. 50 درم 5 اگر کم شود، دلت ریش و سرپنجه غم شود. چو 50 سالت برون شد ز دست، غنیمت شمار 5 روزه که هست. و چرا برای 50 سال عمر تلف دادت یک بار آهی حسرت نمیکشی؟ برای 5 درم آهی حسرت میکشی، برای 50 سوم آهی حسرت میکشی، دستات روی زانو میزنی، محزون میشی، دلتنگ. چرا برای 50 سال تلف دادت یک بار آهی حسرت نمیکشی؟ حالا که این درم میابه، این پول میابه، اما اون عمر رفته رو نمیابه. نفسهای تو هر یک در نایاب، براید گر به ذکر و فکر وهاب. ببینن 1 سال عمر از حدیث امام احمد چقدر ارزش داشت. 1 سال چقدر اگر استفاده خوب چقدر ارزش داشت. حدیث امام احمد با شما نقل کردیم. اگه 50 سال تلف دادی، این دردانه ها را، این دردانه های نایاب و قیمت بها را از دست دادی، برای و یک حسرت نمیخوری؟ نفسهای تو هر یک در نایاب، برایت گر به ذکر و فکر وهاب. تو عمری خیش چون همیان زردان. حضرت میگه عمر تو جوانی خوب مانند یک همیان پر از طلا دان. دمی که میرود هر یک گوهر دان. هر لحظه که میگذرد، هر روز و هر هفته و سالی که میرود، گویا که یک گوهری نایاب رفته ایستاده است از دست. کاری که وای تلف نرود. دعیز وای چی به دست بیار، در عوض وای در جنت، در آخرت، در
بانک الهی ذخیره الهی یا چی ذخیره کن، پس انداز کن. تو عمری خیش چون همیان زردان، دمی که می رود هر یک گوهر دان. نمی آید دیگر رفته دوباره، اگر سر رازنی بر سنگ خاره. کنی پیرهایی که عمرشان گذشتن دیگه جوان شوند، کنی اونهایی که ضعیف شدن دیگه تندرست شوند. نه، بزاید مادری ایام یک بار. خدا ما رو یک بار فرصت میتید برای زندگی در این دنیا، دو بار نه، یک بار. از مادر یک بار به دنیا میبیاییم. بزاید مادری ایام یک بار، بمیری مردکش ها میکنن غار. دیگه بعد از این مردن از دادرای عزیز. بنابراین شرط سیوم توبه صحیح، توبه مقبول، این ندامت، پشیمانی. اونقدر پشیمانی که شبها وقتی که در بالای جای نماز میشینی آب دیده میکنی، گریه میکنی برای عمری طرف دادت. مانند اونهایی که الان فغان کردن، فغان میکنی ای خدا من عمر در معصیت گذراندم، 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله من رزق تو رو خوردم ولی معصیت تو کردم. پروردگارم مخالف امری تو زندگی کردم، موافق رضای شیطان زندگی کردم، از شیطان اطاعت کردم، از تو فقط نافرمانی کردم. هرچی شیطان گفت کردم، اما اون چی تو گفتی نکردم. تو گفتی نماز خوان نخواندم، روزه بگیر نگرفتم، زکات ده ندادم، حج بیرم نرفتم، عرق نخور گفتی برعکس خوردم، زنا نکن گفتی برعکس زنا کردم، دزدی نکن گفتی دزدی کردم. خلاصه یک عمر این 40 و 50 سال من مخالف امر و نهی تو زندگی کردم. حالا که تو مولای منی، تو خالق منی، تو آفریدگار منی، بعد از مرگ دیگه راه نیست بجز پیش تو رفتن. حالی بعضی بدبخت فاسق ها برای خودشان فریفته کردن میگن که رفته مرگ قبر یا بعد از مرگ گشته آمده باشد که به ما خبر داده باشد که ای بعد از مرگ حساب است و کتاب است و عذاب است و جنت و دوزخ بود است و کی خبر آورده است. بعضی ها با همین خوشانه فریفته میکنن، بعضی فاسق ها، بعضی بدکارها، بعضی غافل ها. شما هم با اونا همین سوالتیه، گوید که دادری عزیز خوب پس به تو کی خبر آورد که هیچ غم نبوده است؟ تو از کجا فهمیده که بعد از مرگ حساب و کتاب و عذاب نبوده است، که اینقدر با خاطر جمع معصیت داری، گناه داری؟ تو از کی فهمیدی؟ کی به تو خبر آورد؟ حالا که من ایمان به خدا دارم و من اصدق من الله حدیثا، از خدا برای من صادقتر و راستگوتر کسی نیست. اگر 1000 مرده از قبر زنده شو بیاین، احوال قبر و آخرت گویان، کلام ویا در نزد من برابر یک خبری که خدا در قرآن داشته نیست. من به کلام خدا باور دارم، ایمان دارم. اما تو بگو تو از کی شنیدی که بعد از مرگ چیزی نیست؟ حالا که همین علمی اروپایی و غربیه که شما همچون معبود قبولش کرده هستی، منکرای خدا، منکرای حیات بعد از مرگ، منکرای قیامت، همون علم امروز از حادثه های مرگ کلینیکی که تلویزیون میده، از زبان دکترها، از زبان پروفسورها، از زبان نابغه های علم، از لحظه های مرگ کلینیکی، مرگ موقتی که بعضی آدم ها از سر میگذرانن، حکایه ها هزارها، صدها هزار حکایه هاست که همون آدمی که همین حالت از سر گذرانیده است 1 دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه حکایه میکند که من فلان جا رفتم، فلان کار شد، این شد و وی شد. خوشان تحلیل میکنن که وقتی قلب انسان از کار موند باید سیستمی عصب کار مونده باشد، اما وقتی که دوباره این به حیات برمیگردد این خاطره ها را از کجا نقل میکند؟ خلاصه کلام دادرای عزیز، بنابر خاطر من شرط سیمش همین است که باید سخت پشیمان شویم، از گناه های گذشته لاف نزنید. حالا نیا کنید بعضی آدم ها توبه کردیان، تسبیح در دست، جیلک در بدن، مسجدی هستند، اما در بعضی محفل ها میشینن از گناه های گذشته شان لاف میزنن، ما این تو کردیم، ما اون تو کردیم. گفته حتی با دهناشان مزه میدهند، معلوم میشد اینا از گذشته شان پشیمان نیستند، ندامت ندارن، معلوم میشه توبه شان توبه صحیح نیست. هنوزم از اون نامعقولی هاشون اینها چی با افتخار ذکر میکنن، اما ندامتی گناه میدانه چی است؟
پشیمانی، ندامت. قصه زنی غامدیه رو میبیاریم به شما. انا این توبه میگن. اینه زن با اسم غامدیه، صحیح حدیث بخاری است، با یک مرد با اسم ماعز خوب از روی طغیان شهوت. البته اینم خیش بیا صحابه های پیغمبر خدا فرشته نبودن، ملک نبودن، بشر بودن، معصوم از گناه نیستن مثل انبیا و پیغمبرها. آره اونا هم گناه مرتکب شدگی هستند، اما ببینید هر دوشان خوب در حالت طغیان شهوت مبتلای به زنا شدن، علاقه نامشروع زنا کردن هر دو. بعد از چند لحظه شاید آیتی از قرآن شنیدن، شاید حدیثی از پیغمبر خدا در محفل رسول اکرم در باب زنا شنیدن و عذاب زنا شنیدن، عذاب آخرتش، عذاب قبر رو شنیدن. بالاخره کم کم وجدان ایمانیشان اونها را عذاب داد. ببینید تربیه ایمانی را، نقش ایمان در تربیه انسان. محترم جوان خوب گوش کنید، اونقدر از داخل دیگه عذاب میکشیدن، عذاب روحی، اونقدر فشار روحی داشتن که دیگه خواب و خور پرید. بالاخره نتوانستن این سر مخفی دارن، حالا که هیچ کی از گناه اونها را ندیده بود غیر هر دو، و خدا کسی اونها را در اون حالت معصیت دستگیرشان نکرده بود. اما هر دو تحت فشار وجدان ایمانی پیش پیغمبر خدا آمدن، گفتن یا رسول الله ما روسیا شدیم، ما مبتلای گناه شدیم، میخواهیم ما را پاک سازی با اون عقوبت شرعی که خدا برای پاک کردن ما در این دنیا مقرر کرده است، ما را پاک کن. گفتن چی شده؟ گفتن ما هر دو با هم زنا کردیم، علاقه نامشروع کردیم. شهادت اول بود، حضرت قبول نکردن. گفتن شاید دیگه با همدیگر هماغوش شده باشد، همین قدر شده باشد، برگردید. گفت شما حالی معنای زنا رو هم نمیدونه. شاید رفتن. باز یه روز پس بود یا فرداش بود، باز وجدانشان اونها را آرام نگذاشت، باز آمدن گفتن نه یا رسول الله واقعا ما زنا کردیم، همون کاری که مرد با همسرش میکند ما هم همون کار کردگی هستیم یا رسول الله. حضرت امروز هم قبول نکردن، گرداندن اونها را. بار سیوم آمدن، روز سیوم هم حضرت روز چهارم آمدن. وقتی که 4 مراتبه شهادت دادن، دلالت میکند که اینها شهادتشان، برای که در اسلام 4 شاهد شرط است، یا خودی همون مجرم خودش 4 بار شهادت بینه یا که 4 شاهد میبینه. خلاصه خوب اون ماعظه، خوب حد حدود الله را، حد زنا را جاری کردن. اما این زن غامدیه حامله شده بود. حضرت گفتن نه، تو در شکمت حال حمل داری، اون حمل گناهی ندارد، جرمی ندارد، نباید تو مجازات شوید. باید اول حمل تولد بکنی، بعد از آن نزد ما بیا. کودک تولد شد، کودک در دستش آمد. گفت یا رسول الله من کودک تولد کردم، میخوام من پاک سازی. ببینید تربیه ایمان، نقش ایمان. پلیس در کار نیست برای دستگیر کرده آوردن جنایتکار، رازش در کار نیست صورتاش زن که جنایتکار دستگیر نکنه، خودش به پای خودش میبیاد. تاثیر ایمان و نقش ایمان رو ببینید. این پلیس ایمانی میگن، این وجدان ایمانی میگن. حضرت گفتن نه، این کودک تا حالی نیازی به شیر دارد، باید این ایام شیرخوارگیش گذراند. کی وقتی که از شیر جدا شد بعد بیا. 1 سال یا 2 سال اون شیر داد. شاید در مدت این 2 سال و 1 سال ببینید اون کودک باز اون چهره شیرین و روی شیرینش به مادر شاید گفته است که مادر جان من میخوام در آغوش تو کلان شوم، من میخوام با دست تو راه رفتن یاد گیرم، من میخوام سخن گفتن از زبان تو آموزم. مادر جان مرا تنها نگذار، مرا از آغوش خودت، از وصال خودت جدا مگردان. شاید با زبان حال گفته این گپ میگفت، اما ببینید اراده را مستحکمش که در طول همین 2 سال
کودکی دوست رویه در آغوشش از ارادش نکست. کودک در دستش، در دست کودک نان آمد مجلس رسول اکرم. گفت یا رسول الله من کودک از شیر برآمد الان نانم میخورد دیگر مستقل شد، من پاک کن. یا به همون طفلش میگفت که بچم ای فرزندی عزیزم من مادر تو کثیف هستم، پلید هستم، من حق زندگی در این حیات در این دنیا ندارم، بنابراین یا رسول الله من پاک گردان تا اینکه با این مجازات دنیوی از عذاب آخرت من نجات دهم. خودش مجبور کرد ایستاده است، حاجت نیست وی دستگیر کرده آوردم. این است نقشی ندامت و پشیمانی. خیلی بالاخره بعد حد جاریش کردن. این است نقش ندامت و پشیمانی. اینو میگن توبه. این نوع توبه ولی کارساز است. این نوع توبه همه چیز انسان گذشته انسان اصلاح میکنه. خب دیگه شرط های دیگرش خیلی حق الناس است و یاش است انشاءالله. اکو وقتی ما هم کم شده است با سحرخوری در ایران بکنیم، با انشاءالله حضرت اشتیان صحبت میکنن، در آخر دعا بکنیم پروردگار همه ما و شما را از برکت این شب قدر که شب است برابر 1000 ماه با نصیب و برخوردار بگرداند. این شب برای ما خداوند برابر با 1000 ماه چنانه که قرآن عظیم شان وعده فرموده است خداوند بگردان و ما را از شفاعت قرآن و رمضان با گذشتگانمان در بازار محشر با نصیب و برخوردار بگردان. پروردگار در این جمع که بیمارهایی که هستند شفای کامل عنایت فرما، مسافرانمان در سفر باشند از آفت و بیماری ها حفظشان گردان. خدایا فرزندانمان توفیق پیروی قرآن، به دخترانمان حیا و عفت و ستر و حجاب عنایت بفرما. پروردگارا کشور ما را از ناآرامی و از اختلاف های داخلی پروردگارا حفظ بفرما و فیض و برکات و خیرات خدایا در سرزمین ما آید نازل بفرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشن که استاد خوش آمدن. بسیار سخنهای خوب و پند نصیحت ها خداوند عمل برای ما و شما نصیب و روزی بگردانه. خوش آمدن حضرت، خوش آمدن، خوش آمدن.